تا حالا شده شبها به آسمون نگاه کنی و از خودت بپرسی یعنی میشه یه روز مثل فیلم‌های علمی تخیلی سوار یه سفینه بشیم، یه دکمه رو فشار بدیم و توی چند ثانیه برسیم یه کهکشان دیگه. حقیقت اینه که با تکنولوژی امروز رسیدن به نزدیکترین ستاره ما یعنی پروکسیما قنطورس حدود 70,000 سال طول میکشه. یعنی هزاران نسل باید توی اون سفینه به دنیا بیان و از دنیا برن تا شاید نوشون به مقصد برسه. اما یه ایده وجود داره که میتونه همه چیز رو عوض کنه. یه ایده که قوانین فیزیک رو نمیشکنه بلکه اونها رو دور میزنه. امروز در آستروزون میخوایم درباره چیزی حرف بزنیم که زمانی فقط توی سر نویسنده های فیلم استارترک بود، اما حالا فیزیکدان های ناسا دارن توی آزمایشگاهشون براش فرمول مینویسن. ماشین وارپ. قبل از اینکه بریم سراغ ماشین وارپ باید بفهمیم اصلاً چرا نمیتونیم سریع بریم. آلبرت اینشتین یه قانون سفت و سخت گذاشته. هیچ چیزی در جهان نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه. سرعت نور یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه. شاید بگید خب کاری نداره، موتورهای قوی تر میسازیم. اما مشکل اینجاست که هرچی به سرعت نور نزدیکتر بشید طبق قانون نسبیت جرم شما و سفینه‌تون بیشتر میشه. در واقع در نزدیکی سرعت نور سفینه اونقدر سنگین میشه که برای یک ذره تکون خوردن به انرژی کل ستاره های جهان نیاز داره. یعنی عملا یه دیوار بتونی فیزیکی جلومونه. پس چاره چیه؟ باید تقلب کنیم. سال 1994 یه فیزیکدان مکزیکی به اسم میگل الکوبیر شاید داشت فیلم پیشتازان فضا رو میدید که یهو به فکرش یه چیز خطور کرد. اون گفت درسته که هیچ جسمی نمیتونه توی فضا سریعتر از نور بره، اما کی گفته خود فضا نمیتونه سریعتر حرکت کنه؟ بذارید یه مثال ساده بگم. فرض کنید روی یه نوار نقاله در حال حرکت ایستادید. شما خودتون قدم بر نمیدارید اما دارید جابجا میشید. ماشین وارپ هم دقیقاً همینه. این ماشین به جای اینکه سفینه رو هل بده، یه حباب به اسم حباب وارپ دور سفینه درست میکنه. این حباب فضای جلوی سفینه رو فشرده میکنه و فضای پشت سرش رو باز میکنه. سفینه مثل یه موج سوار روی موج فضا زمان سوار میشه. از نظر فیزیک سفینه داخل حباب اصلاً حرکت نمیکنه. پس قانون اینشتین رو هم نشکسته. اما از نگاه کسی که از بیرون نگاه میکنه سفینه داره 10 برابر سرعت نور حرکت میکنه. تا اینجا همه چیز عالی به نظر میرسه، اما یه مشکل کوچیک وجود داره. برای اینکه بتونیم فضا رو مثل یه تیکه خمیر خم کنیم به انرژی وحشتناکی نیاز داریم. محاسبات اولیه میگفت برای این کار به انرژی معادل کل جرم سیاره مشتری نیاز داریم. اما بدتر از اون ما به چیزی نیاز داریم که بهش میگن ماده منفی یا انرژی منفی، چیزی که جاذبهش برعکس عمل میکنه و فضا رو به جای جمع کردن باز میکنه. مشکل اینجاست که ما هنوز ماده منفی رو توی طبیعت پیدا نکردیم. البته نگران نباشید. توی دنیای کوانتوم دانشمندا تونستن مقادیر خیلی ناچیزی از این انرژی رو مشاهده کنن. یعنی روی کاغذ این ماده وجود داره. فقط باید راه مهار کردنش رو یاد بگیریم. حالا فرض کنیم ماده منفی رو پیدا کردیم و سفینه رو ساختیم. آیا سفرمون بی خطره ابداً؟ سفر با ماشین وارپ چند تا چالش ترسناک داره. اول اینکه وقتی با سرعت مافوق نور توی فضا حرکت میکنید، غبارها و اتم‌های سرگردان فضایی جلوی سفینه گیر میافتن و وقتی سفینه رو متوقف کنید، این ذرات با چنان انرژی آزاد میشن که ممکنه کل سیاره مقصد رو نابود کنن. دوم اینکه داخل حباب وارپ زمان و فضا به شدت به هم میریزه. بعضی دانشمندا میگن ممکنه ارتباط گوینده با بیرون قطع بشه و اصلاً نشه سفینه رو کنترل کرد. یعنی شما سوار ماشینی شدید که ترمز و فرمونش دست خودتون نیست. شاید بپرسید خب آستروزون اینا که همش تئوری بود،
خبر خوب اینجاست که ناسا یه تیم به اسم ایگل ورکس داره که دارن روی همین موضوع کار میکنن. دکتر هارولد وایت، یکی از دانشمندان این تیم، تونسته با تغییراتی در تئوری الکوبیر مقدار انرژی مورد نیاز رو از اندازه سیاره مشتری به اندازه یه جرم یک فضاپیما مثل وویجر برسونه. این یعنی ما از محال بودن رسیدیم به سخت بودن. حتی در سالهای اخیر بعضی شبیه سازی‌های کامپیوتری نشون دادن که ممکنه بشه بدون نیاز به ماده منفی و فقط با هندسه‌های پیچیده فضا زمان حباب وارپ رو ایجاد کرد. سفر بین ستاره‌ای شاید امروز برای ما مثل جادو به نظر برسه، اما یادمون نره که 200 سال پیش ایده این که بتونیم توی چند ساعت از این سر زمین به اون سر زمین پرواز کنیم برای مردم خنده‌دار بود. ما انسان‌ها همیشه راهی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کردیم. ماشین وارپ شاید کلید خروج ما از این گهواره کوچک یعنی زمین و تبدیل شدنمون به یک تمدن کهکشانی باشه. حالا نوبت شماست. اگه فردا صبح از خواب بیدار بشید و بگن ماشین وارپ اختراع شده و شما میتونید اولین مسافرش باشید، کدوم ستاره یا منظومه رو برای دیدن انتخاب میکنید؟ آلفا قنطورس یا شاید لبه سیاه‌چاله؟ نظرتون رو برام کامنت کنید. اگه از این سفر کوتاه لذت بردید، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن کانال آستروزون همسفر ما در کشف بقیه رازهای کیهان بشید. تا سفر بعدی در اعماق فضا مراقب ستاره‌های وجودتون باشید.